یک ای صدم بولو 100% مردم گناهگارای 100% مردم گناه. رحمانوف کی دیکتاتور کرد؟ ما. رحمانوف ما دیکتاتور کردیم. شما درود بر یاد سر بگیری گفزنیا. شما طلاق کلمه یاد بگیری. من در ایران بودم. خب ایران یک کشوری دیکتاتوری ایرانه. اما مثلا رفتگی لیکن از جهتی که مثلا او آدم اقتصادش خیلی ضعیف شدگیه این قوت نظامیش با یک کشورهای ابقدر در رقم یک یا قطعی کشتل با کشتل کردگیه همون مردم وقتی که از مردم میگن که ای با ما چی میشه در داخل ایران با والله قسم من تاکسی از فرودگاه گرفتم هم خیلی صحبت کرده رفتیم نظر میگو تو نظر چیه نسبت همین حکومتون یعنی آشکار نظرش هم میگه نوروزی آشکار داشتم دو رفته ایسته کیا نمیدونم خوی نه دزدن این من با حکومت ایران کار ندارم یا شهروند اونجا نیستم مقصد من میگم نظر مردم در داخل همون داخل پایتخت همه چی آزاد میگن یعنی بعد نسبت گفتن کشور شما خوبه رحمان اوتره گفتم شما رحمان فنا میشناسی مردم اینو فکر میگن رحمان خیلی انسان خوبه تو شما رحمان فنا میشناسی مردم تاجیکستان در اروپا که 10,000 15,000 20,000 کیلومتر رحمان دورن جرأت نمیکنن رحمان رو بگن پیشوی ملت بگن در این حد یعنی مردم تاجیکستان در توا هم خیلی مکسیمال نه یعنی لب دهنش ریختگی های همین بغیرتی و ترس اندازه شگذشتگی رفتگی های اینه یک باید نمیدونم یک ظرفی رکی نمینه یک ظرفی نمینه که هست میرزیش نمینه اومد اینم قبوگوی خیلی نیکنه باید علاوش ریختیسه هم بغیرتی و ترس مردم تاجیکستان هم خیلی ریختیسه یعنی گذشتگی های یعنی حالت کفیدگی های یه اندازه نداره با هر چیزی مقایسه کنی هر کاری کنی نیست حالا هم با حال هم این مردم اونجا گذشتگی رفتگی هیچی همه قدری که مردمی که نمیگم شما مردم قدری که زیاده از 10 سال شما مخالفو قشما صحبت میکنین من مخالف رو صحنه اومدگم برای شما همه چی را آشکار رحمانوف اینا یعنی خیلی فهموندن سعودی فهمیش سیاسی نداری همه چی را دیتیل نفهموندن از اونها خیلی بندر ما فهمیم زیاد گفتگیم فهموندن طرز ساختار دولتداری درآمد یک دولت برآمد یک دولت وظیفه یک رئیس جمهور وظیفه مثلا اون وزیرا ایش چی وظیفه داره اوش چی وظیفه داره باید چیکار انجام بده باید چیکار کنه باید چیکار نکنه همه برای شما گفته شدگی هست همش گفته شدگی هست یعنی همش هم میدونین اما در واسه با همین چیزی که میدونین در یاد یگم واکنش ما حداقل ما همون کودک یعنی هر چی همینجا شروع میشه نه خب شما تو همون کودک ما با والله قسم فکر کنم کودک خدمت همون قدر من تاثیر گذاشتگی بود یعنی باید شما را بیشتر تاثیر کنه این چیز به همون کسایی که در غریبین من یگم روز نفهمیدم که من یگم روز طرف من خطاب نکرده چورکا کنسیو های نمیدونم دوله با استوخت پناه خیلی دیگر چی بگن ما طرف او یگم چه نشنیدم در آدرسی خودم نه که شما هر روز این چیزا میشنوی ظلم شدگی زندانی شدگی در زندان روسیه یعنی ندونم تحقیر شدگی همه روزا میشین یعنی واکنش شما باید 10 برابر میشید 100 برابر میشید چرا واکنش نکردی چرا واکنش نکردین رئیس جمهورتون خب یک معلومه که همون انسان یک گوه معلومه که انسان یک مغز نداره یک
حیوان تحقیر میشود، تحقیر میشه اگر بگو که به حیوان برابرش کنی. خب شما چی را منتظرین؟ من تعجب میکنم شما چی را منتظرین؟ یگان کشور، آیا شما فکر میکنید که یگان کشور یگان روز میشه که برای شما انقلاب میکنه، این تا خوشروکک وطن شما را گلگون شکفان میکنه؟ ما بفرمایید حضرت ها ای بر بالا بگذاری همین کارا میکنه. شما فکر میکنید یگان روز میشه که همین کار روخ میزنه؟ همین کارا برای کشور شما میکنه همین کارا؟ او در طول تاریخ شما بیا برو همه رولوسیون که همین کشورها شده یا بار بدونی بخونه یا بدونی نمیخونه. من این ویدیوش رو تماشا کنیم چی خیلی شیدگیه این چی خیلی میکنه. همین مردم همین کشور اروپایی، همین کشور غربی، کشور آمریکایی همین چی خیلی به همین روز رسیدن. آمریکایی که امروز اقتصاد اول داره در روی دنیا، اقتصاد اول داره، یا بار بود رو همین مستقلیت همین آمریکا را بود رو ببین، یک بار بود رو ببین، اول تماشا کن چی خیلی انقلاب شدگه، چی خیلی مستقل شدگه نامو. از طرف همین بریتانیا، از طرف همین انگلیس ها خودشون همین جا میرفتن همو را انداز میبستن، اندازشون میگرفتن و خاطر که شما اکسیژن نفس میکشه اینجا زندگی داره خودتون اومدگه همینجا را آباد کرده، خانه کرده، در کرده، مزرعه کرده، کشاورزی کرده، باز همین کار میکنه، نون تا میخری، باید برای همین پرداخت کنیم اورا. اونا را می آورد یا روز دو همین یک کم صبر کردن، بالاخره واکنش کردن، از طرف یون داده کشته شدن، شهروند خودشونن رفتن همونجا. بازید یک امپراتور، یک بزرگترین امپراتور بود بریتانیا همون وقت، یک حکرترین امپراتور بود، از شرق تا غرب همه کشورها همی بود. او هم 4 تا مهاجر رفتگی بودن، همو بازید همو مقاومت کردن، صدها هزارشون کشتن، همین مهاجر شهرونده خودشون گرفتگی بودن، این هم بریتانیا صدها هزارشون کشتن، نگی مقاومت کردن، ایستادگی کردن. گفتن این خیلی نمیشه. یا اگر ما اگر خاموش بیستیم، گفته که این به آخیره، این ظلم به آخیره، آخیر نداره. این پول چیز شیرینه، این معده حرام و یک چیزی حرام که درما هیچ چیزی نه، هیچ کاری نمیفروش که برای پول شهروند تاجیکستان ای کیم کجا او در یک وقت فهمیدن که در همون کشور ایسلندیا در همونجا کدام یک شوخی برام چی برام که مردک لازم دارن برای زندگیشون. شهروند تاجیکستان زنگ زد اومده که من همونجا برام زندگی کنم، پول بیشتر میتکو، یا جزیره در شمال بحر ده من همونجا برام زندگی کنم، با همه شرایط خبرم پول میتن، من برام در همونجا که یک جزیره نه افتا تماما نداره، به خاطر پول اینا به خاطر همین پول یا هیچ دست نمیکشن. یا آدم یک بار حرام خورد دیگه و معدهش حرام میشه، حرام برای شیرین، یک کس کش دیگه تمام برای او یک چیز عادیه. نه که همونو مقاومت کردن، چند از گفتن که بیایم ما یک پراکندگی چند تا شتات بود، ایش همه بدن سرکوب میکردن، اوش تا چه بدن سرکوب میکردن، مردم هر یک کدومش هم که سرکوب میکردن پولشون گفته با ایستوی کوچکی دلارشون دیدن میرفتن. این بریتانیا شهروند خودشون همه جمع مهاجرت کرده گرفتن آمریکا. آخری کار چی خیلی چی گفتن خیلی نمیشه، بیایم ما متحد بشیم و این کار ما رشکن کنیم. نه که همون گم نبودن مخشون هم کار کرد، از در مقابل یک ترکتر از بازی دید اومده سته میدونی ترکتر منکه نمیتونی که تنهایی نمیتونی. نه که گفتن که فرق نمیکنه، ما اگر خاموش برسیم یک تا ما رو کشتن میگیرن، این ظلم و به آخر رفتن میگیرن. مقاومت کردن، ساده دادن، کشتن، مرده دادن، خون دادن، همه چیشون کودکشون دادن، زنشون دادن، همه چیز دست دادن. نه که آخرش
ایستادگاری کردن، دولت مستقل شد. امروز در سطح یکم اول ایستادگان اقتصاد. شما چی میخواهید؟ شما میخواهید که یک چیزی که برای شما بگیرم بتا؟ کشور آزاد کردگی، اقتصاد بلند برداشتگی، حق حقوق انسان برداشتگی، همه چی احترام کردگی، شما برای زندگی کنید. نمیفهم. شما هم کسی شما قرضداره، هم کسی ما و شما قرضدار هستن کشور همسایه که باید ما این کارا بکنم. برای رسیدن به زندگی کامفورت خون باید بتی. خون در عصر 21 2025 در همه کشورهای پیشرفته یک اروپای قرار هستن، از فرانسه، بریتانیا، نمیدونم آلمان، دیگر تا حاضر خون میتن، تا حاضر مردم خون میتن والله قسم. مردم بیغیرت این مردم اروپا تا حاضر خون دادستن. شما کیف کده زندگی داره؟ این مردم فرانسه چند بار بازید اینا اون بازگاه نام رئیس جمهور شدن ماکرون چند بار میتینگ کردن، حاضر میتینگ میکنن و من شما میدونید در هر یک میتینگ 4 تا 5 6 کشته میشه از طرف پلیس. سر میگم چی میگم ضربه میخورن دبان همو بگم ازدهام تلاطم یک میجی خانشون میبرن. تا حاضر در 2025 در 2021 شما چی میخواهی؟ مخالفا برن تاجیکستان رو بگیرن، یک قدرش نگذاشتن دیگرشون هم بکشن و حکومت گلگوش کفام کنن. بفرمایید مردم تاجیکستان به زندگی کنی، کیف کنی. حضرت ایشان نگاه کنین همینجا هیچ که قرضدار نیست. منم شهروند تاجیکستانم، ترم شهروند تاجیکستانی، چقدر ترم حق داره منم حق دارم. برادرم من نمیگم که شما بیاید در من آواز بتین، شما طرفگیری من بکنین، من رئیس جمهوری شما بشم، من این بشم اون بشم. بیا متحد بشین این برزگاه و بگیریم یعنی ما کنیم یک کشور بسازیم. با والله قسم کم ترک فکر کنیم این در تاریخ ثبت میشوه. فردا یعنی نسلی که از ما میویه تاریخ ما را میخونه توف میکنه در روی ما. چی خیلی که امروز ما توف میکنیم برای کسانی که معلومات چون میکنیم، کسانی که سبب شدن که سمرقند بخارا از دست ما رفت. او حالی ما با فکر میکنیم میگیم که خیلی ها مقایسه میکنیم مردم ما یا مردم عادی بود و کدمن و چوب بود و ارتش سرخ در بازیش بومدگی بود یا امپراتور بود، اما همون خیلی مقاومت کردن یک قسمتش. اما یک بزدلای خاینایی که بدن همون وقت همون سبب شد که فروختن ما را. تاریخ ما شکست خوردیم، ما را کشتن. اما مایی که هستیم امروز یک نسل هستیم، فردا فرزندان ما کلان شود بخدا عیبای، با والله عیبای. کی ما را چومو کردگی های؟ یکم امپراتور بریتانیا، نمیدونم فرانسه، آلمان، کی ما را کردگی های؟ ما مستعمره یکم کشور بدیم. هندو ایندیا بگه چیزی میگم مستعمره بریتانیا بدم و یک غولپرکه ترین امپراتور بود. اما او زمان بگیم شورای ما در نظر سلطه روسیه بدیم، نتونستیم دیگه مقاومت کردن. در تاریخ باعث یک شرمندگی، یا برزگو، یا دلبایوب، یا گوساله یا ژیدنا. این هم خطقه چی گفتیسی بلاوتو؟ چی گفتیسی؟ یا گو این هم آدم 30 سال این ملت با شرف بزرگه چومو کرد، شکست، تجاوز کرد، کشت، قتل کرد. خون شنمکی از
10 برابر قابلجان در زندان تاجیکستان میکنن، 100 برابر قابلجان از زندان تاجیکستان میکنن. شهروند تاجیکستان میزنن، سیاه کبود میکنن، میکشن، میتنش، میگن که این کسل پریپات داشت، این دلش زد، این خشید خچتیزه پارتو تا دینا روزا سوز بود، این روز مات خچتیزه پارتو کسلش قپید. فردا در چشم کودک چی میگوی؟ همچون خیلی مردی او چیزی نیست که تو در طرف پود یک چیزی مردانگی داشته باشی بگو که من مردک شیدم. مرد یه آدم میرم، زن هم میتونه مرد باشه، یه آدمی که وقتی غیرت داره مثل یه شیره رو میگن مرد، فرق نمیکنه اون جنسیتش چیه، مرد یا زنه. شما فقط دعا کردن، دعا که یه پشاک چورت قد دعاد. تو معیوبی، تو فلجی، دستت کار نمیکنه، پات کار نمیکنه، گردت کار نمیکنه، زنکی کنسا کنزا وخی دعا رو زن میکنه، کمپیر میکنه، زنک قضی جان خود زدیش بعد همون داد کدن میگه جونامرگ ترمک عدیس شم قکور میا این میکاری شما همیه مردکی دعا که وکنش که امروز نموردی فردا میمری. من توف کردم در همون زندگی والله قسمه که یک عمر زلالت خطی باشه. من چند سال عمر میبینم، خب رحمان رحمان اخبی چند بار میتونم منو بکشه؟ چند بار؟ آیا میتونم که 10 بار منو بکشه زنده کنم؟ میتونم کار کده؟ نمیتونم. مکسیمالش یک بار میکشم تمام. 10 سالم که زندگی کردی میمری، 50 سالم زندگی کردی میمری. مهم مرگی با شرفه، یعنی یک در زلالت مردن. و 4 مولای برزگای دلبایی بگید در غریبی میمری شهید میمری. ما کی میگه شهید میمری؟ یگان خه شهید نمیمری. تو مهاجرت کردی، برای چی مهاجرت کردی؟ برای دینت مهاجرت کردی؟ برای اسلام مهاجرت کردی؟ برای یک چی؟ برای شکمت مهاجرت کردی؟ یا ظالم اومده حق تگیری تک خوده گیری تک روی کرد، تو خیلی یک چوموشت کردک، چوموگی را خیلی قبول کردی، بغیرتی را بیناموسی را ترس خیلی قبول کردی. خیلی تسلام میکنی که من اینجا آمده زن کودک من خرانده پیشانده استم، انا تمام پگه که مردم شهید میشم. فکر نه شهید میشه. شهیدی که تا آسان کردی، اون مردک در صحنه در جنگ میره در جهاد به خاطر دینش، به خاطر آیینش، به خاطر مقدساتش کودک همش موندگی زن کودک موندگی میره خونش میده در صحرا، در سنگر، در تای جنگل، در خاک، در لای چه عذابا میکشه. به شهادت میرسه. تو خیلی میخیزی برای شکم پریگرد میخیزی میره کورکنی میخیزی خیلی به هم مقایسه میکنی که من هم شهادت چید، من هم شهید چیدم. مثل همون ترکا، هم ترکای اصلاح دارن اگر در بالای زینا بمبرن میگن که شهید چید، شهید روی زینا. این چیزا که تختنا تسلیت نتین. روز قیامت قبل از آنه که رحمانوف پرسیده شوه، اول ما و شما پرسیده میشیم، مظلوم پرسیده میشوه. خب تو چیکار کردی؟ خب فرعون ها هست ظلم کرد، تو چیکار کردی؟ چی وکنش کردی؟ من شیشتم دعا کردم، ایدی که 4 تا قد دعا کردم. نمیشید که اگر پیغمبر بشینه دعا کنه در مکه، بگه در مدینه بشینه بگه دعا بیام، بهترین مخلوقات، بهترین موجود در دنیای هستی و نستی و همه چی بود، دعاش همه تیر رو قبول میشید. از جمله دیگه پیغمبرا را چون نشیدن دعا کنن، چون موسی نشید دعا کنن، خدا که فرعون رو بگی سرنگونش که من دیگه اگرم کرونا میکنم او یک فرعونه، من یک تاخه بگی سرنگونش که دو بشینه دعا کنن. زندگی خوب میخواد، برای زندگی انسانیت هم مثل همون زندگی حیوان ها مبارزه باید بری، مثل ادیه مخلوق ما فرق نمیکنه. باید برای زنده موندن تلاش کنی. میخوای زنده مونی باید تلاش کنی. یک از دیگه فکری تر نمیکنه. وقتی که تو خودت فکری تر نمیکنی چطور من فکری تر بکنم؟ پیش از آن که من تو خودت من فکر کنم، تو خودت باید فکری تر کنی. تا کی بغیرتی، تا کی بیناموسی،
توکای زلالت، توکای شرمندگی، توکای رسواگی در جونتون نمیزنه همین چیز. هر بار که بیو در تماش گرانس روسیه چیده آمدی پناه خیلی چیده آمدی با زبان حال ده باشی 1000 باشی سرتون میکنن توکای قبول میکنن همین چیزا. یک قسمت در اوج خاروزلی، یک قسمت دیگر در اروپا خاروزلی به حجت در مدارا گرفته استی، یک قسمت دیگر اومدگی در بریتانیا ویزاش تمام میشه و نمیروان اکا کار نیسته سترویکا اکا کار نیسته استرویکا این چی مفکوره همه اینجا سر سترویکا من اگر جو برم سترویکا کار کنم فقط در فکرش خونشکنی. خب چی جیری خنردره کار یفت یه جو کار کردی من با کار کنم میرم تمام یه چی نمیشه. خب کار کردی خب یه خونه گرفتی چی جید دوامش چی جید با روسیه با مهاجرت با زلالت با همون تأخیر یا بار نیست فکر میکنی که بیا بچه همین کار هر کار آخر داره بیا ما در آخرش برسیم آخر یک کم ترک تغییرات شوه بچه مخالفان هم 1000 تقریبا زندانی دادن یک کم ترک تغییر بتیم خودنا بچه تو حق خیطه طلب که من طلب نکه حق خیطه طلب که میخوزی برای گیره میکند مردی توجیک انم خریج داره مردی توجیک انم خریج داره انم که گردن غوز کدگی بچکو حقش میخرن بلیت خریدگه پرواز کنن نمیتونن. خب چیکار میکنه شهروند تاجیکستان چیکار میکنه؟ در پاسپورت نظریت باید با کنسولگری همون کشور در همون کشور هستی مراجعت کن اینجا یک برای مسئول خودشه مراجعت کنه زنگ بزنم بعد ویدیو میکنه اپا شعله گل خوجه من تاریخ کردن اپا شعله گل خوجه من تاریخ کردن تو بیعقلی تو گوساله شعله گل خوجه تا رئیس جمهور تا مسئولی کشور تا کید میشه شعله گل خوجه تا یا روزنامه‌نگار او تو ایزونا میکشی یک مرد که نیم قدر یک روزنامه‌نگاری زن کمک میطلبی زنگ بزن کنسولات او مسئول یک کم در مسئول دارم پاسپورت پدنالا دارم آخران ورقش در نویستگی های پاسپورت در نویستگی هم یا بروی کن پاسپورت در دست میتن استفادهش میکنی یا برو همرا بخون یا برو همرا بخونم چی نویستگی های که تو در بیرون کشور در تحت حمایت تاجیکستان همه حکومت تاجیکستانی تو باید در هر مشکلی در کنسولات مراجعت کنی همون را برم کنسولات بگم همین پاسپورت نمیخوام برای کفایم در همین چون توخی این همین را بخونم چیزی که خطور نویستگی شهر پاسپورت خطور میتی که ما باید مراجعت با شما کنم این آمده مراجعت کردیستم هم گفتای خیلی خطی کردیستم تو که خوری زلالاتی شما بس بدگیست با خدو قسم ایزون نمیکشه ای در پیش همون زن اونا شما در پیش همون زن چشتگی همون خیلی مرد میگوی شرم نمیکنی زنهای ما آوز بلندتر ای مردم را بخدو قسم فردا در همون نبیرومون چی میگی؟ نبیروی از بابای ما میگه که میپرسیشون من در جنگ 45 اشتراک کردم رفتم آلمان اینجا اونجا اشتراک کردم قهرمان دیگر عنوان دیگر خب یه بار فکر کردگی که اینم نسلی ما نه نسلی ما من 90 تولد من 90 نه نسلی ما که ما جوانایی که از همین کشور هستیم فردا ما پیر میشیم همین نبیروم بگن که بابا خطی چیکو کردی تو چیکو کردی در دوره جوانی چرا کشور همسایه قدر ما پیشرفت کردگی ما پیشرفت کردگی نیستیم با چی چیز شما را فریب کردگیان این خیلی مغز شما محکمه در روسیه هست روسیه میبینید در کشور اروپا هست هم کشور اروپا میبینید چی که کدام یک توجیستان چی رو آبود کردگی چور بلوک برداشتگی در پراکش سویتکوی رنگ و برنگ همین اقتصاد کشور شید دیگر جورا چیکار کنم برای ملت هر کدام تأخیرت ببین تو
در کلوب و در مومنآباد و در این لحظه تاجیکستان زندگی میکنی دوشنبه را چهار بلوک کردن برای من بس هست در جان زادگاه خود چیکار کنم با همین چیز خطا فریب کرده گشته همین حوزی نمی حوزی هر یک قدمت که هستی فکر که کی این پگام پیر میشم همین نبره هم سوال میکنه که بابا تو در وقت چیکار کردی جواب چی میتم خب چی جواب میتم امورا بگم که من ترسونچک بدم بابا شما ایزور میپوشید یا ترسونچک بود بارم خاطر نکرد چی جواب میتی میگه که من نکردم خب چرا نکردی ترسیدم خب باید نمودم بدن کو صدا بلند کردن چرا پیوست نشیدی چرا قچر از مبارزه بری چی جواب میتی میگه من بیناموس بودم من بیغیرت بودم من ترسو بودم یه روز باشه زنده باش جانی خدا براتون شیرین بده ما یک منتظر میستیم که نمی آدم بیایه بناوگت ما را بکشه بناوگت بیایه ما را بکشه یا داخل یک مخایمت یا اعتراض یا چیز یا کاری سیاسی نبود یک گودک کشتن مثل یک حیوان برین نه هیچ ده هیچ یوخی نه یکم بگم که یک تغییری که برای زندگی خودتون نمیته نه طلب میکنین او بروتون فکر کنین همین چیز یکی از سبب‌هایی که مخالفو من نمیگم جای گپ بود من مینوسیم جا مخالفه گفتم یکی از سبب‌هایی که مخالفو دست پاشون خنک شدگی این همیه دستگیری نمیکنین وقتی که واقعا دستگیری نمیکنه برای همون یا مخالف هم میگه که خواهی من چی در کاره من همین رنگ سگ برای نمی رو گفتستم یا حداقل باید یک دستگیری بشوه یک توجیه که میبینی تو من با حق شهروندی من اجرا کردم میگه همین قدر میکنی یا سلام دریغ میدونه برات یا سلام خدا جونی ها در کشور در 10,000 کیلومتر رحمان و دور یا برخته در جای ما اخ مخالف مون که برای من همه چی فیدو میکنی پدر مادر خواهر برادر همه در تاجیکستان که برای میکنی در آخرش من سلام خدا جونی دریغ میدونم دفشکی سیاسی ها پرابلم هم نشوه میشه که برای آدم یک خونه میسازی کلیچ همیتی پگه در هم میبینیش قطعی اونشا اوترانه قید سلام نمیکنه انا او را در جا همون ختم خیب مون بخصه بخی دو قسم این بچه یک کوفیر ایمونش بیدور شید یا بچه کوفیر ایمونش بیدور شید با خودتون مسلمان میگیرین با خودتون با نسلی قهرمانو میگیرین